بهترین راه موفقیت مسیریه که آدمای موفق رفتن. امروز جلسه 20 تمرینات بدنسازی رزمی مونه. اگر که برای اولین بار منو ویدیوهای منو میبینی بزن روی لینک بالا و ویدیوها رو از اول ببین تا به بهترین شکل ممکن آموزش ببینی و یه نتیجه خیلی استثنایی بگیری. رفیق، این ویدیوها به تو کمک میکنه تا به بهترین ورژن خودت تبدیل بشی. توی تمرین اول با توجه به وزن بدنتون یه دونه هالتر انتخاب بکنید و عین تصویری که میبینید زانوتون رو روی زمین بذارید و هالتر رو روبرو نگه دارید. بعد از اینکه استارت تمرین رو زدید هالتر رو باید به سمت طرفین بچرخونید و این تمرین رو با شدت کامل انجام بدید. بچه‌ها فقط دقت بکنید که انتخاب اضافه بار برای تمرینی که انجام میدید خیلی مهمه و طوری انتخاب بکنید که بتونید این تمرین رو حداقل 12 تکرار انجام بدید. بچه‌ها زمان قبل‌تر همه به این باور بودن که تمرینات وزنه رو نباید انجام بدن و این یه طرز تفکر خیلی نادرستی بود. خیلی هم از این طرز تفکر دارن پیشه میگیرن و انجام میدن. بچه‌ها ببینید، اگر شما تمرینات با وزنه و اضافه بار رو انجام ندید نیرویی ندارید که بتونید اون رو انتقال بدید و شما زمانی که میخواید به حریف ضربه بزنید، ضربه باید از یک قدرت خیلی زیادی برخوردار باشه که بتونه حریف رو از همدیگه بپاشه و در غیر این صورت انگار شما دارید حریف رو ناز میکنید. بچه‌ها این تمرین خیلی کاربردی و با اهداف خیلی هدفمندی براتون طراحی شده که یکی از این اهداف تعادل حرکتیه. بچه‌ها این تصویری که میبینید حالت نیمخیز قرار بگیرید و یکی از زانوها رو روی زمین بذارید و یک وزنه با توجه به وزن بدنتون انتخاب بکنید. بچه‌ها زمانی که دمبل رو از بین پاها حرکت میدید، دستی که بالا میاد پای مخالف حرکت فرانت کیک رو میزنه. شاید این حرکت فرانت کیک مثل حالت سرپایی که شما اجرا میکنید نباشه، ولی خب تاثیر خودش رو روی تمرین میذاره. بچه‌ها این تمرین خیلی مهمه و شما در بی‌تعادل ترین حالت ممکن دارید این ضربه رو اجرا میکنید و فراموش نکنید که زمانی که در حالت‌های خاص میتونید بهترین ضربه رو بزنید، در حالت‌های عادی اجرای حرکت خیلی آسان‌تر. اگر میخوای کتفت هیچ وقت دچار آسیب نشه، در هر دامنه حرکتی تحمل بالایی داشته باشه، این تمرین مناسب ترین تمرینیه که میتونی انجام بدید. بچه‌ها یک وزنه سبک انتخاب بکنید و عین تصویری که میبینید با یک حرکت انفجاری دمبل رو برگردونید و تو همون حالت قائم نگه دارید. بچه‌ها این تمرین خیلی بهتون کمک میکنه تا در زمانهایی که انتظارش رو ندارید و بدنتون یک لحظه میخواد دچار آسیب بشه، کتف از انعطاف و قدرت خیلی بالایی برخوردار باشه تا هیچ وقت دچار عارضه نشید. یه نکته خیلی مهمی که توی تمرینات امروز هست، علاوه بر تقویت قدرت و تعادل، شما کشیده شدن عضله رو هم دارید تجربه میکنید که در شرایط خاص ورزشی به هیچ عنوان دچار عارضه نشید. بچه‌ها خوب دقت کنید، برای اجرای این تمرین یه دمبل با توجه به وزن بدنتون انتخاب بکنید و کمرتون رو کامل به ستون یا دیوار بچسبونید و دمبل رو به این حالت روبروی صورت نگه دارید و در همین دامنه حرکتی دمبل رو کامل حرکت بدید. زمانی که این پوزیشن حرکتی رو کامل یاد گرفتید، با انفجار و قدرت تمام این دمبل رو حرکت بدید. فقط فراموش نکنید که برای اجرای این حرکت باید تمرینات جلسات قبلی رو انجام داده باشید، چون خیلی مهمه و اگر اونها رو انجام نداده باشید اجرای این تمرینا خیلی نمیتونه بهتون کمک کنه. یه حرکت ترکیبی و تعادلی که خیلی میتونه بهتون کمک کنه همین تمرینه که میبینید. بچه‌ها روی زمین حالت درازکش قرار بگیرید و با یه هالتر حالت پرس سینه رو انجام بدید و همزمان اون پای دوچرخه رو باید انجام بدید. بچه‌ها سعی کنید در اجرای این حرکت تعادل دست و پا رو کامل برقرار کنید. توی این تمرین نیاز به توپ مدیسن بال داریم که زمانی که حالت شنا قرار میگیرید دستتون رو کامل به سمت جلو کشش بدید و زمان برگشت با آرنج توپ رو کنترل کنید و یه ضربه سنگین روی توپ بزنید. بچه‌ها این تمرین خیلی تمرین مفیدیه و علاوه بر این که به کشش عضلات زیر بغل شما کمک میکنه، باعث میشه که عضلات کتف شما رو کاملا تقویت بکنه. از این تمرین به هیچ وجه غافل نشید. توی این تمرین مجدد از یه دونه دمبل استفاده کنید و به دیوار بچسبید. بچه‌ها این تمرین رو در تمرینات دیگه‌ای که امروز داشتید انجام دادید، اما با یک دامنه حرکتی دیگه. بچه‌ها دمبل رو به این شکل روبروی صورت نگه دارید و با یک شوک کامل دستتون رو پرتاب بکنید و زمان برگشت بعد دمبل رو روبروی صورت کنترل بکنید و تعادلش رو حفظ بکنید. تمرین قبلی با این تمرین تفاوت خیلی زیادی داره که اون پشت سر هم انجام میشد، ولی توی این تمرین باید تعادل دمبل حفظ بشه و شما
کنترل روی حرکت داشته باشید. یه شکم ترکیبی میخوایم بزنیم که 3 تا حرکت عوض میشه. توی تمرین اول سعی کنید دستتون رو پشت گوشتون نگه دارید و زانوها رو به بالا تنه نزدیک کنید. توی تمرین دوم پاهاتون رو کاملا قائم بالا نگه دارید و بالا تنه رو به سمت نوک انگشتا نزدیک کنید. توی تمرین 3 کامل میخوابید و پاها رو از سطح زمین جدا میکنید. بچه‌ها فراموش نکنید که این تمرینات کاملا باید پشت سر هم انجام بشه تا زمانی که شما هیچ توان دیگه‌ای نداشته باشید. فکر می‌کنید تمرین آخر چیه؟ باید شستشون رو قوی کنن و لایک رو بکوبن. بچه‌ها برای اینکه این ویدیو بیشتر دیده بشه و ما با انرژی تر بتونیم ویدیو رو براتون تولید بکنیم، لایک بزنید، کامنت بذارید، زنگوله رو هم فعال بکنید که به محض بارگذاری ویدیوها براتون ارسال بشه. برو که بریم.